این ایمانی که سرسرکی ما و شما داریم، این ایمانی که ما و شما نام میبریم و این نماز و روزه‌ای که ما میخونیم، اگر حب رسول در قلب ما نباشد، خدا میدوند که فردا ما حالمون چی میشود. شما بنده شکم هستید، شما بنده همون ارگانی که بین دو پاتون کشاله است، شما بنده همون هستید. شما بنده خدا و امت رسول نیستید. شما امروز اگر از حیثیت رسول حمایت نکردید، مطمئن باشید کمتر از جنایت مکران شما کردگی نیستید. یعنی با مکران شما همدست هستید، همه شما مکرانید. بلکه برادرایی که سواد دینی و دنیوی دارن خیلی خیلی زیاده. متاسفانه ترس قلبهای اونها را تسخیر کرده و امروز مثل موش دارن چی پنهان میشوند، بجا میشوند و گمان میکنن که اگر موقع خودشون برای حمایت و حفاظت دین و از حیثیت رسول خدا بیان نکنند، اونها در امان میمونند. شما امروز از حیثیت رسول خدا دفاع کنید. خدا هست، پیامبرش میبیند و ما و شما با اون حضرت روبرو میشیم. فردا در میدان قیامت وقتی با اون حضرت روبرو شدیم، شما چی میگویید؟ شما چگونه با اون حضرت روبرو میشید؟ وقتی سوال شد شما چی میگویید؟ من معذرت میخوام. اونهایی که امروز 5 وقت در نماز لا اله الا الله محمد رسول الله میگویند، آیا فکر میکنند که فردا با اون حضرت روبرو میشن؟ آیا واقعا هم باور دارن که فردا با اون روبرو میشی و او از تو سوال خواهد کرد چی کاری برای من انجام دادی؟ کجا بودی وقتی من کاریکاتور میکردن؟ آیا واقعا امکان دارد ما و شما را امت نام برند؟ آیا واقعا هم امکان دارد که با این حال که حتی از گفتن موقع خود میترسیم، ما و شما زیر شفاعت اون حضرت قرار بگیریم؟ آیا این انصاف است؟ این حد انصاف است؟ حضرت میگه مسلمان باش از تصدیق جانی، نه اقرار است این نوگی زبانی. فایده ندارد وقتی که از گفتن موقع خودتان میترسید. کسایی که سواد دینی و دنیوی دارید، ملاهای پگاندار چهارشنبه خور، ملاهایی که امروز دعوا میکنید، در منبرها میشینید، متاسفانه از زبان هیچ یک ملا امروز از تاجیکستان دفاع از حیثیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ما نشنویدیم. امیرالمومنین عمر چی گفت؟ انا احبک من مالی من زوجی و نفسی اجمعین. یعنی من تو را از جان من بیشتر دوست میدارم ای محمد صلی الله علیه و سلم. بنابر همین عزیزای دل، این ایمانی که سرسرکی ما و شما داریم، این ایمانی که ما و شما نام میبریم و این نماز و روزه‌ای که ما میخونیم، اگر حب رسول در قلب ما نباشد، خدا میدوند که فردا ما حالمون چی میشود. هممون البته امید داریم که اون حضرت دست شفاعت بالای ما و شما لطف میکند. ولی وقتی امروز امتحان است عزیزا، و یک بینکشاله و یک گاماسکسوالیسته و یک خنزیر مثل مکران میبیاید و رسول خدا صلی الله علیه و سلم کاریکاتور و مسخره میکند و ما و شما خاموش میمونیم، مطمئن باشید که فردا از این شفاعت ها ما و شما خارجیم.